عمر میگه برای ما فتح و پیروزی بود. وقتی که حضرت عمر مسلمان شد، حضرت عمر که مسلمان شد، آشکار مردم میرفتن در کعبه مکه نماز میخوندن، آشکار نماز میخوندن. پیغمبر گفت ما در حقیم یا در حق نیستیم؟ گفت در حقیم. گفت اگر چی پنهان نماز بخونیم، بیا آشکار بریم و نماز در مکه نماز بخونیم. هجرت میگه، هجرت حضرت علی کرم الله وجهه میگه هجرت میگه نصرت برای مسلمین بود. خیلی در روزی آشکار میگه آمد نماز خواند و چی؟ نماز خواند و گفت که سینه میگه طاف کرد کعبه رو، با میگه فریاد زد سینه مشرکای مکه که هر کسی میخواد که یعنی زنش بیوه بمونه، هر کسی میخواد که دنالش مادرش بشینه ای کعبه بیرون ببرایه، من هجرت دارم. همه میگن مخفیانه هجرت کردن، لیکن عمر مخفیانه از هجرت نکرد، آشکار آمد هجرت کرد. میگه حضرت عبدالله ابن مسعود میگه خلافت چمی یک رحمت بود، تمام دنیا در زیر رحمت قرار گرفت. ببینیم پیغمبر خدا گفت که مال کسرا، مال قیصر در راه خدا انفاق کرده می شود. هر صحابه ای را آرزو میکردند، یعنی نصیبی کی شد؟ نصیب عمر شد. در زمان حضرت عمر قیصر مالش در راه خدا انفاق کرده، کسرا را در راه خدا انفاق کرد. پیغمبر خدا گفت لا قیصر الیوم، لا کسرا الیوم. گفت این دیگه امروز کسرا نیست، قیصر نیست، همه اینا رفت. آزی دیگه قیصر نیست، کسرا نیست، همه دیگه رفت. اسلام ای آزی الحمدلله. در سرزمین قیصر هم، در سرزمین کسرا هم اسلام ای، در تمام دنیا اسلام ای. همون اگر ببینید پیغمبر همون شب جنگ احزاب همون کناج قطعی میزد، میگه یک نور میگه بر روم میرفت، یک نور به شام میرفت، یک نور به فارس میرفت. پیغمبر همون جهت تبسم کرد. صحابه ها گفتن یا رسول الله چی تبسمه؟ گفت نور اسلام به تمام دنیا میرود، نور اسلام به تمام دنیا میرود. یگام خانه نیست که در او خانه نور اسلام ندارد. انشاءالله در تمام خانه ها، در تمام کاخ های دنیا رونق را روز به روز افزون میکنم، نام تو بر زر بر نقره ها زنم. برای همین نگاه میکنیم حضرت عمر رضی الله عنه در زمان خلافتش ببینیم یک رحمت بود. در همه جا حتی والی ها را میمون، والی هاش میرفت خبر میگرفت. حضرت عمر اگر ببینیم به شام میرفت قطعی غلامش نوبت میکرد کدام راهبری کار میکنم. میگه در همین شام رفت، در همین شام رفته نوبتی غلام شد، نوبتی غلام شد، از بالای اشترش پر آمده غلام سوار کرد. و علیکم السلام میخوره. میگه در همین شام رفت و نوبتی غلام شد، نوبتی غلام شد. غلامش چکار کرد؟ غلامش میگه همینجا حضرت عمر پر آمد و غلام سوار کرد. با ابا عبیده آمد گفت که امیرالمومنین چیکار میکنی؟ مردم پیشوازی تو آمده ایستادن، آخی این غلام در اشتر سوارو تو پیاده رفته ایستادن. گفت که ابا عبیده را که گفت به سخنان مردم گوش نده. ابا عبیده عزت ما در اسلام های، انسان به شهامت شناختش نمیشود، به ایمان شناختش میشه. حضرت عمر مهر اشتر در دستش دریاچه را میگه گذشت، ابا عبیده پیشوست، مردم پیشوازش گریتن، یعنی پیاده میرفت به شام. قصه کازا جان اوزی گفتش کام قصه برای زنک ها تولدش در زمانی که خلافت داشت، میگه از مدینه بیرون برآمد، در همه یک صحرای رفت، صحرای درفت که میگه شب میگه یک مرد را دید که همونجا آتش در گراندگی، همونجا آتش در گراندگی ششتگی درون خیمه یک صدای زنک می آید. حضرت عمر پرسیدش که این صدای این زنک کیه؟ گفت که خی زن من، گفت بیمار شدگیه. به حضرت عمر گفت که قدیش دایه داره؟ گفت چیکار داری سینی حضرت عمر؟ این مرده که سرایی بود، که کیستانی سرایی بود. گفت چیکار داری آخی؟ گفت تو به چیکار داری؟ نه گفت پرسیدم. آمد در همین لحظه آمد به مدینه را، آمد زنش گلسوم دختر حضرت علی را گفت که وقتی طلایی آمدگی باید چی؟ بریم یک زنی آدمی صحرایی را چی؟ یعنی دایگیش کنی. میگه آمد، میگه
ام گلسوم دختر حضرت علی کرم الله وجه دختر فاطمه زهرا گو که چرا نمیرم امیرالمومنین چیزی شما بخواین میگه آمد خطش با حضرت عمر میگه یعنی تمام آورد که آراسته کردگی برای همین زایدگی زنک آماده کردگی بود. میگه در بیرون بود حضرت عمر قطعی مردک این ام گلسوم داخلی یعنی خیمه شد. خیمه را نگاه میکنین این ام گلسوم اقتدایگیش کرد این زنکی تمام کرد یعنی کودک تولد کرد این ام گلسوم درون همون خیمه امیرالمومنین گو بشارت بته برادر تکی زنش بچه کرد و امیرالمومنین گفت آدم یعنی در اندامش لرزه افتاد گو امیرالمومنین من امیرالمومنینم گفت. فهمیدی؟ در زمان خلافتش یک آدم از شام آمد گفت که امیرالمومنین بگم یا عمر؟ گو هر چی که میگوی بگو عمرت بگم گو عمرم بگو آخی ما عمرم آخی گو امیرالمومنین بگم یا عمرت بگم چیزی میگوی گفتم بگو عمر گو عمر آخی. ببینه همه زنک چیه همون وقتا که دایه تولد کرد این چیش کرد گو فردا پیش این آدم گو که ما پیش امیرالمومنین رفتنی بودم پیش امیرالمومنین رفتنیم گفت من همه امیرالمومنین فردا بیا به دربار من یعنی حاجتای تو را میبرم. در شام اگر ببینیم هرمزان ای وقتا که هرمزان وقت سلشکری فرس هم میگیرن میارن اسیرش میغلطانن میارنش بعد میگن که هرمزان میگن من وارد مدینه شدم گفتم یگم کاخ داره یگم قصر داره عمر یگم محاسب داره یگم آدمی داره میگن عمر که در مسجد بگم در تای سرش همی از سلش ماندگی خواه و میگه عربوش امیرالمومنین میگه من امیرالمومنین نمیدون چی است و میگه گفتم که با شما میگه یک فرض بود میگه گفتم یکی گو اما عمرش همیه های همو گفتم هم نبی پیغمبر ای نه گو پیغمبر نیست او صحابت نبی صحابه پیغمبر ای. وقتی هرمزان میگه در لباس دید که پر از زر سوختگی بود گو برین لباس ها شب کشیم با بگیرین بیارینش این اهل دنیا ای برای من لازم نیست حضرت ما این را ببرین لباس ها علیش کنین با بگیرین بیارینش. میگه آوردنش همیت آمد خیلی هرمزان حیله کرد میگه حیله کرد همیت دستش میگه همیت آوا دادن گو تشنه آوا باید بخورم همیت دستاش لرزانده هرمزان همیت دستش لرزان که این رلی فرس بود. بعد گفت که حضرت عمر چی دستات میلرزه؟ گفت میترسیم که مرا میکشی. گفت تامی آب خوردن تا در امانی نمیکشمت. گفت نه این گفت که تا آب خوردن من در امانم. گفت بله آب ریختک آب نخورد. گفت خیلی من دیگه در امانم تا آب خوردن که گفتی در امانی تمام دیگه من در امانم دیگه. بعد دیگه این آدم هرمزان گفت که خیلی من در امانم دیگه حضرت عمر گفت تردم امانم من تره میکشمت. گفت که برای ابن مالک انصاری کشتی فلانی کشتی دیگه انس ابن مالک شهادت داد که امیرالمومنین گفت تو گفتی که همین را من نمیکشم تا خوردن. و این انس ابن مالک شهادت داد با هرمزان گفت من قسم به خدا در دنیا یگام قانون یگام دین را ندیدم که مانند همین دین عادل باشه که بر بالای راهبر شما شهادت میتین. شما گفت برادر تمام کشتگیم برای ابن مالک انصاری کشتگی بود همین هرمزان کشتگیش بود برادر انس ابن مالک کشتگی بود دیگه شهادتی به طرف او داد. بخش هرمزان اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مسلمان شد. تا زنده بود مدینه بعد نبرمد. این عدالت اسلام دیدن مردم عدالت اسلام دیدن مسلمان شدن با زوری نمیشوه با عدالت پر کردن اینا. اگر ببینیم حضرت عمر فرزندی خودشون اول داره زدن گفتن اول فرزندی خودم شروع نکنم فرزندای دیگر من داره زدن نمیتونم اول کار از خانه خودشون سر کردن. ولقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقيموا يعني وانزلنا معهم الكتاب ليقيموا وانزلنا معهم الكتاب یعنی خدا میگه من پیغمبرا را فرستادم براشون میزان فرستادم تو با کتاب فرستادم تا که مردم در عدالت زندگی کنن. عدالتی واقعی در چی؟ در قرآن ای.
برای همین اگر نگاه میکنیم صحابه های پیغمبر یک عدالت ببینیم، حضرت عمر رضی الله خطی غلامش نوبت میکنه، کی کار میکنه، کدام راهبر میکنه، کی هم میره که مثلا یک زنه که در بیرون شهر بره یه هم آدمی متدینی کار نمیکنه، آری رئیس در کجا، یک خاری کار نمیکنه، یک داملای کار نمیکنه، میگه امیرالمومنین میره امپرای شام، امپرای روم، امپرای کسرا در زیر پاشه نگه یک خسته میگه میبرداره، گریه میکنه، میگه ای کاش همین عمر همین خس میشدی که تو در روز قیامت ای عذاب خدا رها میافتی، ای کاش تو همین خس عمر میشدی تا که از عذاب خدا رها میافتی. برای همین برادران عزیز اگر قصه حضرت عمر ما بیان کنیم، این قصه طولانیه، ولکن حضرت عمر رضی الله عنه در زندگیشون چی داشتن؟ عدالت داشتن. عدالت حتی زمان خوشحالیشون میگه همین نان یعنی جوی یعنی نانی گن بگیم روغنی را نخوردن، رنگاشون زرد شد. خواهرش فاطمه گو ای عمر گو میبینیم رنگت زرد شدگی، گو به خدا قسم تا اگر کودکای مسلمان نان روغنی را نخورن، نان روغنی را من نمیخورم. حتی با شام رفت طعام بهترین آراستش کردن، با گفت که همین طعام همین خیلی طعام پختگین یا برای من، گفت که نه برای همین تو مخصوص همین طعام، گوی طعام برای مردم تقسیم کنین، من از طعام عادی بیارم بده. گفت منم طعام مخصوص نتین، گفت من یک فردی شمایم، یک فردی مسلمانم، من ای خیلی نکنین. گفت ببینین عدالتی حضرت عمر رضی الله عنه چقدر عدالت کردن. وقتی گفتم کیسرا را مال کیسرا را میارن، قیصر را میارن، همه ما را به دستای خودش تقسیم کرد. ایرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود به دست یکی از صحابگان من، یعنی چی؟ کیسرا و قیصر، یعنی مالش در روی خدا انفاق کرده می شود. ببینید مال کیسرا را انفاق کرد. گفتم امروزه که عبدالرحمن ابن عوف گریه کرد، وقتی حضرت عمر گریه کرد، عبدالرحمن ابن عوف گفت که یا امیرالمومنین وقتی خرسندیه، گفت به خدا قسم می مال میبینم یعنی دلم سیاه شدگی، در هر جای مالای در اوجا دشمنی گفت می ترسم. گفت از این مال می ترسم، از این مال می ترسم. همون مال همون ساعت در مابین اصحاب تقسیم کرد. همون سرا خطیب مالک مدلجی را یعنی جامعه کیسرا رو چرا پوشان داشت، همون زمان بود. یعنی حضرت عمر رضی الله تمام داراییش هستیش یکم قصر یکم داره برای خودش باقی نماند. برای می برادران عزیز حضرت عمر را در تاریخ نظر کنیم، خداوند بیانش میکنه که این شخصیت کیشه شخصیتی بودن که در خدمت اسلام بودن. حتی میبینیم در زمان همون خلافتش به شام حرکت میکنه، یکی از صحابه را در همون شام میگن راهبر ماندگی بود. فهمیدی برادر عزیز؟ در همون شام یکی از صحابه سعید بن عامر جهیمی را در همین شام همسده راهبر ماندگی بود. و میگه همین جره من میگه پیشی مردم همسر رفت گفت که امیر گفت کیف وجدتم امیرکم، امیرتون چخیل یافته، امیرتون چخیل یافته؟ گو امیر بولا در خیر یافته مو 4 کمبودی داره همی امیری. گو هم کمبودیش همیه که سحریات دیر می آید. اکه راهبر پادشاه همسای حضرت عمر ماندگی شای اکه به سراغش رفته که مردم چی خدمت چه میکنه میاده و میایم پرسه که همی امیرتون چی کمبودی داره؟ میگه 4 کمبودی داره. 4 کمبودی میگه داره. کمبودیاش میگه چیه؟ میگه کمبودیش همیه که سحری دیر میآید، سحری ها دیر میآید. بعد سعید بن عامر پرسید که ای سعید چرا دیر میایی تو؟ چرا دیر میایی تو؟ گو که امیرالمومنین اکه مجبورم کردی بگو مگنه این سیر خانه بود. گو مجبورم کردی. گو چی مجبورم کردی؟ گو بیان که گفت در خانم خادم ندارم، کنیز ندارم، خودم سحری میخیزم خمیر میشورم تا خمیر میرسه تا اون را میپزم که میرم که دیر میشه آخی. گو همین خیل؟ گو بله. گو چه شام مردم قبول نمینه؟ روز قبول نمینه. گو ما روز ما برای مردم بخشیدگیم و شام ما برای خدا بخشیدگیم. امیرالمومنین شام برای خدا های
من قطعی مردم لغلق کنم تا شب تا روز این عبادت خدا چی میشه، کار خدا چی میشه؟ من روز ما برای مردم بخشیدگیم، شب ما برای الله بخشیدگیم. گو چرا در ماه یک بار مردم روز قبول کردن نمیتونی؟ گوی امیرالمومنین اکی یک سیره بود مجبورم کدی بگم. گو چی؟ گو همین لباس دارم همو را میشوم دیگه مردم قبول کردن نمیتون. تن لیشه اخی دیگه لباس ندارم اخی که بپوشم. حضرت عمر میگه آبی دیدش جاری شد. گو تو همی خیلی گو همی خیلم. گو تو رهبر یک دولتی، پیشوای مردم، پادشاه دولتی تو نداری؟ گو ندارم. گفت حضرت عمر که میگن چهارمش همی که تو بیهوش میشه میغلطی. گو بله. گفت گو بله بیهوش میشم من میغلطم، گاه گاه بیهوش میشم میغلطم. گو بیهوش شدن غلطیدن تو چی های؟ گو سید ابن عمر چه بیهوش شدن غلطیدن تو؟ گو که زمانی که من مشرک بودم کافر بودم خباب ابن عدی را آوردن در بندی دار کشیدنش، من تماشا میکردم. همون پیش رو میاد که خدا در روز قیامت نخیزونم بگه ای سید ابن عمر چرا پیشگیری نکردی؟ چای اردمش نرساندی؟ تو در میدان تماشا کردی؟ برای همون بیهوش میشه میغلطم. ای ترسی خدا میغلطم که روز قیامت خدا نخیزونم بگه ای سید ابن عمر چرا پیشگیری نکردی؟ برادر کشتن، بنده من کشتن، خباب ابن عدی را کشتن، تو تماشا کردی. میگه در این حالت میگه حضرت عمر گفت دیدین این امیر من غلط کردگی نیستم، امیرای را که موندم اینا را من غلط کردگی نیستم. همه دنیا میرفت. حتی ابو عبیده را گفتم رفت در شام خبر گرفت که چخیلی زندگی دارن، مردم چخیل معامله دارن. ما وقتی که مسئولیت انسان گرفت باید مسئولیت حلال کنه. حضرت امیرالمومنین عمر رضی الله عنه تمامی زیر دستاشا تمام مردم چی میرفت و میپرسید، ای حال مردم خبردار میشید و میپرسید که همین راهبرا چخیله. برای همین حضرت عمر اگر ببینیم سید ابن عمر را نگاه میکنیم، جهیمی را رفت خبر گرفت در چی؟ در شام در حمصه خبر گرفت، از مردم حال پرسش کرد و در این حالت دیگه مجبور شد این صحابه جلیل قدر چی بیان کردن که همی خیل کم بودیا را بیان کردن. حتی بیگه براش گفتن که همون نام کم بغلاتون را بنویسین، نام همین سید ابن عمر را نویساندن. یک ای نماینده ای که همین حمصه رفت پیش حضرت عمر گو نام همین کم بغلاتون را بگو. پیشکی گو که همین سید ابن عمر. گو هم سید ابن عمر امیرکم، امیرتون میگن. گو امیر مونا. گو پادشاهتون. گو پادشاه گو کم بغل ای. این شما ببینید برادران عزیز، مکتبه چی؟ مکتبه اسلام.